من عرض تسلیت دارم خدمت شما جناب آقای سربازی عزیز و خدمت مردم غیور بلوچستان و خدمت روستای مهمانی، خدمت شهرستان سیریک و خانواده مولانا موسی رحیمی بابت این جرمی که صورت گرفته. این قتل عمد و قتل محرز هست، هیچ توجیهی نداره. اگر حالا اگر تصادفی بود در خیابان ها مثلا طوری طراحی کرده بودن که ایشون رو کشته بودن، خب میگفتن مدرکی وجود نداره که ایشون توسط ما کشته شده باشه. اما این قتل ایشون در زندان اطلاعات بندرعباس همه ابهامات را رفع کرد و بدون هیچ دادگاهی ایشون زیر شکنجه شهید شدن. دوست داریم جناب آقای سربازی عزیز اصلا جرم ایشون چی بود؟ پرونده ای که به خاطر اون اتهام ایشون دستگیر شدن در اطلاعات بندرعباس. بعضیا گفته میشه که تأمین گرفت به ایران برگشت. در این باره اگر گزارش دقیقی ارائه بفرمایید ممنون میشم. ببینید جناب آقای هاشمی، قبل از هر چیز همونطور که شما هم گفتید، من از تسلیت دارم خدمت یکایک مردم بلوچستان، یکایک اهل سنت داخل ایران، خانواده های بستگان ایشون. و این رو هم بگم که ایشون فراتر از فقط خانواده خودشون هستن. موضوع رو دقت بکنید. من از وقتی که این مسئله اتفاق افتاده، از روز که دیروز باشه و در موردش هم توییت زدم، هم در اینستاگرام و صفحات اجتماعی پخش کردیم، هم در مجموعه هایی که زیر مجموعه ما هستن روشون کار کردیم و منتشر کردیم، تا امروز در حیرت بودم که چرا هیچ واکنشی در مورد این مسئله ما شاهد نیستیم که خوشبختانه حضور پررنگ شما در مورد قضایای اهل سنت در داخل ایران و رسانه‌ای کردن این مسائل بسیار باعث تسکین هست که این حقایق رو شما افشا می‌کنید. اما واقعیتش اینه که یک جنایت اینجا صورت گرفته. چرا من میگم یک جنایت صورت گرفته؟ همونطور که خودتون هم فرمایش کردید، ما در یک خیابان یک تصادف اتفاق نیفتاده. یک مولوی بلوچ اهل سنت از یک منطقه‌ای که اونجا در یک سیاستی رو اعلام کردن به نام سیاست آسیمیلاسیون و گفتن که ما اینجا 10 میلیون جمعیت میاریم. آقای خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش در سیریک در جاسک سخنرانی کردن و رو به خطاب به مردم گفتن که مردم خودتون رو برای یک موج بزرگی که داره به سمت منطقه میاد خودتون آماده بکنید. امروز این مولوی در داخل زندان به دست خود همین مأموران نیروی امنیتی، به دست خود همین مأموران زندان اونجا بوده و کشته شده. یعنی این در خانواده خودش نبوده، شب در خانه خودش در حال خواب نبوده که روحش پرواز بکنه و بره. این در دست رژیم بوده و مسئولیت کامل این مسئله متوجه رژیم است. اما در مورد سوالی که پرسیدید که گفتید جرم ایشون چه بوده، جرم ایشون همین چند ماه قبل وقتی که نماز عید فطر یک روز متعلق به اهل سنت زودتر برگزار شد، به همراه جامعه جهانی نماز عید فطر رو اعلام کردند و نماز عید رو برگزار کردند و جناب مولوی رحیمی هم مبنای اون چه که در بلوچستان اعلام شده بود، در کردستان اعلام شده بود که آقا نماز عید هست، در منطقه هرمزگان اعلام کرد که اینجا هم ما نماز عید میخونیم و نماز عیدی که برای فردا از طرف رژیم اعلام شده و خامنه‌ای به عنوان ولی امر مسلمین جهان اومده اون رو اعلام کرده، ما این رو سیاسی نمی کنیم، یه مسئله عبادی هست و همانطور که بقیه علما این رو فتوا دادن ما این رو برگزار میکنیم در همین روز. ولی چند روز نگذشته بود بعد از این اعلام کردنش و بعد از اینکه نماز رو برگزار کردن، ایشون و 12 نفر دیگر رو هم بازداشت کردن. سید جواد مولوی، شیخ سید جواد تطالی رو هم بازداشت کردن و در همین بازداشت و به احتمال و به حتم یقین اینها در این فرصت و در این مدتی که در دست نیروهای رژیم بودن از موضع خودشون کوتاه نیومدن. اگر کوتاه می اومدن مسلما اونها رو آزاد میکردن یا با اونها چنین برخوردی صورت نمیگرفت، مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار نمیگرفتن. اما مرگ ایشون نمیتونه طبیعی باشه. وقتی یک فرد صحیح و سالم بازداشت شده باشه داخل زندان، اونو نگه داشته باشن بدون دلیل که فوت نمیکنه. در داخل زندان هم که اونجا به کسی شربت و نمیدونم چیزی نمیدن، اونجا در داخل زندان به خاطر اینکه اونها رو بشکنن، از مواضع خودشون عقب نشینی بکنن، تحت شکنجه قرار میگیرن و این مرگ ایشون مطمئناً در اثر شکنجه ها بوده.